درود بر همه ایرانیان. توی این ویدیو میخوام بدونیم جشن سده چیه؟ از کجا اومده؟ اصلا چه روزی از ساله؟ و آیا امروزه به جشن سده توجهی میشه؟ با درود، روزتون خوش. دو بیت شعر به مناسبت جشن سده. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. سده جشن ملوک نامدار است، ز آفریدون و از جم یادگار است. روزتون خوش. جشن سده اصلا مربوط به کشف آتش میشه. در شاهنامه که همه باورها، اسطوره‌ها و تاریخ ایران اومده، میگه که هوشنگشاه پادشاه پیشدادی یک روز مار بزرگی میبینه که میخواسته بهشون حمله بکنه. هوشنگشاه سنگی رو میزنه به طرف مار نمیمیره، ولی یک فروغ ایجاد میشه که آتش هست. حالا آتش رو چجوری میتونن خودشون بسازن؟ حالا نور داشتن، گرما داشتن، از سرما در امان بودن. مهمتر از همه آغاز تمدن بوده. با این آتش میتونستن خیلی کار انجام بدن، خیلی چیزها بسازن. بنابراین هوشنگشاه جشن میگیره و اون روز رو که 10 بهمن ماه هست جشن سده نامگذاری میکنه. نشد مار کشته ولیکن ز راز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. ز هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. یه باور دیگه برای اینکه واژه سده از کجا آمده اینه که میگن از روز جشن سده که 10 بهمن ماهه تا نوروز که 50 روزه و 50 روز پس از نوروز در مناطق معتدل که بیشتر مناطق ایران بوده میتونستن غلات رو جمع‌آوری بکنن، مثل گندم، جو، به ویژه جو. بنابراین از روز جشن سده 10 بهمن ماه تا روز گردآوری غله که خیلی برای مردم مهم بوده 100 روز طول میکشه. که یک شعری که توی جنوب خراسان، روستا و شهرهای جنوب خراسان که جشن سده رو میگرفتن رایجه، نشون دهنده همین باور هست. سده سده صد به قله، پنجه به نوروز. یه باور دیگه اینه که در روز جشن سده 10 بهمن ماه شمار بچه‌های گیومرث، نخستین انسان، به 100 تا میرسه. به باور ایرانیان در این روز اهریمن بدنهاد سرما رو به اوج و شدت خودش میرسونه، ولی آفریدگار اورمزد آتش رو برای مقابله با سرما میآفرینه. گفتیم سخنی که همه پذیرفتنش اینه که واژه سده از شماره 100 گرفته شده، ولی اینکه حالا این شماره 100 به چی برمیگرده دیدگاه‌های گوناگونی هست. یکی از این دیدگاه‌ها اینه که چون از 10 بهمن ماه که جشن سده هست تا نوروز 100 شب و روز هست، این واژه سده از اینجا اومده. حالا ببینیم جشن سده در شعر فرخی، منوچهری و عنصری شاعران معروف ایران چطور اومده. تهنیت روز نو آمد بر شاه، سده فرخ روز 10 بهمن ماه. آمد سه ده را شب جشن سده، شب جشن سده را حرمت بسیار بود. سده جشن ملوک نامدار است، ز آفریدون و از جم یادگار است. در آغاز ویدیو گفتیم آیا جشن سده امروزه برگزار میشه؟ آیا توجهی بهش میشه؟ جشن سده پس از اسلام هم برگزار میشده و توجه میشده بهش، ولی پس از حمله مغول و به ویژه روی کار اومدن صفویه کم کم رونقش کمتر میشه ولی برگزار میشده. حتی گاهی پنهانی یا گاهی مثلا روی پشت بوم ها مانند جنوب خراسان روی پشت بوم برگزار می شده که یه مقداری دور از چشم این حاکمان باشه. ولی زرتشتی‌ها تا همین امروز جشن سده رو
به بزرگی و شادی برگزار میکردن. جشن سده کرمان خیلی معروف هست و نخستین فیلمی که از جشن سده هست مربوط به همین جشن سده کرمان میشه. اما امروزه در 10 بهمن ماه 1398 خوشبختانه جشن سده جزو آثار فرهنگی ناملموس ایران ثبت میشه و در آذر ماه 1402 ثبت جهانی میشه به عنوان 24مین اثر فرهنگی ناملموس ایران در یونسکو، در فهرست جهانی یونسکو ثبت میشه. جشن سده شادباش و گرامی باد بر همه ایرانیان. برگشتم چون درباره یه چیز یادم رفت بگم. نخست این که جشن سده یه پرونده مشترک بین ایران و تاجیکستان ثبت میشه، چون تاجیکا بیشتر از ایرانی‌ها، در واقع تاجیکا هم که خب در گذشته بخشی از ایران بودن، ولی بیشتر از ایرانی‌ها جشن‌های ایرانی رو برگزار میکنن. اما نکته دیگه، چرا من سفید پوشیدم؟ چون که رنگ ماه بهمن سفید بوده. در ایران باستان هر کدوم از ماه‌ها یه رنگی داشتن، در واقع هر کدوم از جشن‌های ماهانه یه رنگی داشتن که رنگ ماه بهمن سفید بوده.